سلام و درود دوستان عزیز ما محترم. کشاورزای ناحیه مسجد من خدا خواهد در زمین های بریگاد سیم کشتی پخته دوام داده ایستاده است. امروز 13 اپریل است دوستان عزیز ما. من ببینید که خیلی مردمی سربلند سامانیان ما به همین پخته رسو سر و کار که دویم در همین پخته کاری. خدا خواهد امیدوار هستم که این سال خیرمنی پخته مسجد همین جماعت سامانیان پره میکنند. خدا خواهد البته با دعای دهخان ها که میگن که انسان ها با دعا میسبزن. به همون خاطر خواستم از همین پیری کار که پیری همین و اصلا دهخان هستن خدا خواهد یک فاتحه غر و قفص میگیریم و به تمام دهخان های همین منطقه سامانیان امیدی آن میکنیم که خیرمنشان همیشه فراوان شود و پربرکت باشد. من خدا خواهد از حاجی حرمین یک دعای نیکی میگیریم دوستان. من دهخانشان حاصلی نفت گیرن. آمین. به امید یعنی که همین حاصلی نفت شاید این سال خدا خواهد هم در همین بریگتی سه کشتی پخته کار رفتی شده. بهترین خدا قسم کار شما هم بابا دهخان برکات کرد. من انشاءالله اینکه همون میکنم، من کشتی کم میکنم. بهترین مردم ما اصلا کشاورز است دویم همین پخته میکنند. همین سامانیان ما امیدوار هستم که پخته فراوان در همین زمین میگیرند انشاءالله. این زمین ها زمینه حاصل خیز اساسا در این زمین ها پخته خوب میشود. همون خاطر مردم ما هم پخته رو میکنند دوستان. آمین. این کدام نمی پخته کاری ساده خدا خواهد در این زمین دوستی خیتایی کاشته ایستادن. اینجا خیلی ریزش بسیار است. این پخته دوستی را مردم ما بسیار از همین تخم میکنن دوستی. من در آنجا هم همین گونه مردم دهخانی کرده ایستاده است. خداوند برکات کرد. بیان دستر هر یک وادی دهخان هم خیلی 5-6 گاوا باشده، هم از گاو مال هم از زمین پخته هاشون بهره‌ور شوند. به امید فردای نیک. خدا حافظ دوستان.